فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سال بعدی بیننده آقا اسماعیل از تهران بود که سالشون در مورد این بود که نماز جمعه برای زن در مسجد جایزه؟ برای زن اون چیزی که در روایاتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، خواندن نماز در منزل اولاتر و بهتر هست. به صورت کلی تمام نماز، اما از این که نماز جمعه باشد یا نمازهای فرض پنجگانه باشد، خواندن نماز برای زنان در منزل اولاتر و بهتر هست و در این زمینه از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق‌ها و ترغیب‌های متعددی وارد شده. اما در کنار این باز هم روایاتی داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر زنان و همسران شما از شما اجازه خواستند که برای نماز به مسجد بروند، مانع اونها نشوید. یعنی این که اگر در یک زمانی باشه که واقعا در مسجد نماز برگزار بشه، یعنی جایی هست برای زنان که نماز بخونند و رفتن به مسجد امنه و هیچ مشکلی رو نداره، با رعایت موازین شرعی و حجاب شرعی، از نظر فقه اسلامی جایز هست و زن میتونه که برای نماز جمعه یا غیر نماز جمعه خارج بشود. اما این واجب نیست، نه نماز پنجگانه و نه نماز جمعه حضور زن در نماز جمعه جز واجبات بر زن نیست. اما اگر کسی در یک جایی فراهم بود این موقعیت و زنی رفت نماز خوند، هیچ گونه اشکالی رو نداره و از نظر شرعی جایز است. اما اگر در منزل خودشون نماز بخونن، اهم از نماز پنجگانه را که و همچنین نماز روز جمعه را که در روز جمعه به جای 2 رکعت نماز جمعه زن باید در منزل خودش همون 4 رکعت را بخونه. تمام کسانی که نتونستن به هر دلیلی به نماز جمعه بیان، چه مردانی بودند که سر کار بودند به نماز جمعه نرسیدن، یا زنانی که نمیخوان به مسجد برن، امکانش نیست که به مسجد برن، از نظر شرعی این است که اینها به جای 2 رکعت نماز جمعه همون 4 رکعت نماز ظهر را بخونن.